شهر ترسونزاده از شهرهای صنعتی مملکت به حساب رفته در حدود آن کارخانه‌های خرد و کلان استحصالی فعالیت پرثمر دارند. علاوه بر این در مرکز شهر شماره زیاد بناهای استقامتی بلند اوشانه موجود بوده اهالی به تامین خوشصفت قوه برق احتیاج دارند. از این خاطر برای فعالیت منتظم کارخانه‌های استحصالی گرم نگاه داشتن بناهای بلند اوشانه و تامین مردم شهر و دهات شهر ترسونزاده شبکه‌های برقی منطقه تمام امکانات‌ها را سفربر نموده در زیرزگاه برق تامین کنی تجهیزات‌های نو و زمانوی را نصب می‌کند. شبکه برق شهر ترسونزاده در دوره تیرما و زمستان سال‌های 2021 یک قطار کارها را به انجام رسانید. از قبیل عوض خطهای برقی هوایی 0.4 کیلووات، عوض پایه‌های چوبین و پایه‌های آهن و بتونی، عوض سیم‌ها و دیگر کارها را به انجام رسانید که حوزه شبکه برق شهر ترسونزاده در یک جایگی با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده و اهالی و صاحبکاران شهر ترسونزاده عوض خطهای برقی 0.4 و نقشه گرفتگی‌اند که در دوران سال 2022 به انجام می‌رسانیم برای کم کردن تلفات انرژتیکی و منتظم با قوه برق تامین نمودن اهالی شهر ترسونزاده کمک می‌کند. شبکه برق شهر ترسونزاده در نقشه دارد که یک چند محله‌های اهالی نشین ترانسفورماتورهایی که قدرتی پست شده بودند شدتاشو پست بودند و با شدت بلند عوض کرده و آنها را با مرکز بار آورده برای مردم شهر ترسونزاده برق خوشصفت تامین نماییم. فعالیت منتظم و تامین بی‌میلان منطقه با قوه برق از تامین سری وقتی ترانسفورماتورهای فرسوده شده و عوض نمودن سیمچوب‌های در حالت صدموی قرار داشته با ستونپایه‌های آهن و بتونی وابستگی دارد. سال جاری نیز در این سمت کارهای معین به انجام رسانیده شده است. رشد محله برای آبادانی محله سیمچوب‌های محله را عوض کردیم. انا با یاردم البته شعبه برق شهر ترسونزاده بسیار یاردم نقض کردن یاردم ساز کردن که انا سیمچوب‌ها را در روز یک روز باران و برف و خنک بود علش کردیم. انا او چوب‌های کهنه‌مان از دور اول ماندگی بود کونه شکستگی و میترسیدیم یگون باران شود جو باران ما را من بتون کردیم کوچه ما را با همش بتون کرد با اینا را بازیب کردن هستیم که اینا همش از بحر چه از بحر که تاجیکستان وطن خودمون تنجی آرامی به خاطر از بین بودن سرباری و بلند برداشتن صفت تامینات با قوه برق مسئولین تجهیزات نو وارد نموده همزمان ترانسفورماتورهای دهات را از تعمیر برآوردند.